حماس از 2 سال پیش با مخفی نگه داشتن برنامه نظامی خود متوقع کردن اسرائیل به عدم تمایل برای رویارویی نظامی تازه مقدمات این حمله را فراهم کرده بود. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر عضو چنل دانستنی آب نیستی سابسکرایب کنید، لایک هم بزنید و بریم سراغ ویدیو. کارزار دقیق و حساب شده که گروه فلسطینی حماس با هدف فریب و غافل کردن اسرائیل پیش از حمله ویرانگر به شهرگاه یهودی نشین در پیش گرفته بود. به این گروه اسلامگرا امکان داد تا با کمترین امکانات با استفاده از بولدوز، گلایتر و موتور به جنگ یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه بره. در این گزارش حمله غافلگیر کننده روز شنبه فلسطینیان که از هوا زمین به سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت، بدترین شکست دفاعی اسرائیل پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973، جنگ عرب و اسرائیل که سوریه و مصر مستقیم در آن وارد شدند. رویترز به این نکته اشاره میکنه که حماس 2 سال پیش با مخفی نگه داشتن برنامه نظامی خود متقاعد کردن اسرائیل به عدم تمایل برای رویارویی نظامی مقدمات این حمله را فراهم کرده بود. به گفته منبع نزدیک به حماس، در حالی که اسرائیل به این باور رسیده بود که با ارائه مشروعات اقتصادی به کارگران غزه، حماس خواسته از جنگ را مهار کرده است. جنگجویان این گروه مشغول آموزش تمرین‌های نظامی بودند. این منبع بسیار از جزئیات مربوط به روایت آغاز حمله و شدت گرفتن آن را توسط رویترز جمع‌آوری کردند. منبع نزدیک به حماس میگوید جنبش مقاومت اسلامی طی ماه‌های گذشته از یک تکنیک اطلاعاتی بی‌سابقه برای گمراه کردن اسرائیل استفاده کرده. حماس در حالی که خود را برای این عملیات بزرگ آماده می‌کرد، این تصویر عمومی را ایجاد کرده بود که حاضر نیست وارد جنگ یا رویارویی با اسرائیل شود. اسرائیل با حمله فلسطینیان که همزمان با روز عید سبت یهودیان در روز شنبه صورت گرفت، کاملا غافلگیر شد، موضوعی که شهروندان اسرائیل و حتی مقاومت این کشور به آن اذعان دارند. جنگجویان حماس در این روز به شهرهای اسرائیلی هجوم بردند، حمله بزرگ کم سابقه که طی آن 700 تا اسرائیلی کشته و ده‌ها تن دیگر ربوده شدند. اسرائیل از زمان شروع این حمله تاکنون بارها دست به بمباران موشکباران غزه زده. عملیات انتقامی که تاکنون بیش از 400 کشته در میان فلسطینیان به جا گذاشته. رئیس نیروهای اسرائیل، سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل، از حمله اخیر حماس به عنوان 11 سپتامبر دیگری برای کشور یاد میکنه. میگوید فلسطینیان حملات سریع از هوا، زمین و دری انجام دادند، ما را غافلگیر کردند. از سوی دیگر، به گفته سامح حمدان، نماینده حماس در لبنان، این حمله نشان داد که فلسطینیان بدون توجه به قدرت و توانایی نظامی اسرائیل مصمم هستند به اهداف تعیین شده خود دست می‌یابند. منبع نزدیک به مقاومت اسلامی فلسطین میگوید که حماس برای تدارک این حمله اقدام به شبیه‌سازی عملیاتی علیه شهرک اسرائیلی ساختگی در غزه کرده. به گفته این منبع، شب نظامیان حماس در طول ماه‌های عملیات فرود نظامی و حمله به این شهرگاه را تمرین کردند و حتی از این تمرین‌های نظامی نیز فیلم‌های تهیه کردند که اسرائیل بیشک این تمرین‌ها را دیده و از آن آگاه شده بود، اما در حین حال به این باور رسیده بود که حماس تمایل به رویارویی و درگیری نظامی ندارد. در همین حال حماس به دنبال آن بود که نسل اسرائیل وانمود کند دسترسی سگانان باریکه محاصره شده. غزه به مشروعات اقتصادی و فضادهای شغلی در آن سوی مرج براش بسیار مهم است و علاقه به آغاز جنگ جدید ندارد. حماس به خوبی توانست تصویر کاملی از این موضوع که برای یک ماجراجوی نظامی علیه اسرائیل آماده نیست ارائه دهد. ممنون که تا الان با ما همراه بودید. لایک و فراموش نکنید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.